آقا اگر دوستی دارید، من دوست دارم آقای سرکیس مثلا دوستم هست میره اونجا، یه وقتایی مثلا برید تو کلیساهاشون. آره تو مجیدیه پره، پژوهش کنید، برید تحقیق بکنید ببینید چه جوریه. بعد شما صلیبشو که میگید، شما صلیبشو نگاه میکنید، چهره عیسی یه چهره اسفناکه، اصلا یه چهره غمگینه شما نگاه میکنید، ولی در صورتی که مسیح بود که به خنده خندیدن و آموخت. یعنی یه جمله میشه به این نامرد گفت اینجوریه. شادمانی از موسی خیلی گیر داد به خدا، گفت یه نوری اومد موسی بیهوش شد چند شب و روز. وقتی که به حال اومد، قرآن میگه وقتی به حال اومد گفت چی شد؟ گفت من داشتم خودمو تکون میدم، هنوز تکون، یعنی فقط تکون دادم خودمو. و موسی تو نمیتونی منو ببینی. خب موسی یه آدم چیزی بوده، چی میگن؟ نه کنجکاوی رد کرده بود بابا بنده خدا، نمیدونم ولی شیشه‌ای هم نبوده، ولی منظور چیز بوده، شکاک بوده. کلمه شکاک قشنگتره برای موسی. شکاک بوده. آدمی زدن به تشکیک بالغ میشه. مثلا تو الان بهش بگو مثلا این خوبه، میگه نه. قایمکی میاد تحقیق میکنه میگه نه خوب بود، بالغ میشه، به بلوغ میرسه. موسی همچین حالتی داشته، شکاک بوده، زیاد با خدا بحث و گفتگو می‌کرد. کلمه عشق واسه موسی نیست. کلمه عشق برای ابراهیم نیست. کلمه عشق برای نمیدونم اون یکی‌ها که نوح، برای اونا نیست. چون نوح هم موقعی که می‌خواست از دنیا بره دل نمی‌کند، هی موند شد 900. کتاب قرآن داره میگه 900 سال، تو بعضی از کتابا من 2600 سالم خوندم. نوح نمیرفت. بابا برو، پیامبر بعدی در کار، میخواد بیاد، تو چی کار داری تو این دنیا؟ نمیرفت. میگفت دنیا رو دوست داشت دیگه، نمیرفت. خدا میگفت بابا بنده خدا من تو رو دوباره خلقت میکنم، تو قراره بارها بیای بری. ابراهیم هم به همون شکل، ابراهیم هم ایشون هم ما نمیتونیم بگیم کلمه عشق، ولی عیسی رو میگیم خدای عشق بوده. اصلا تو نمیدونی عیسی چقدر خوب بوده. اصلا هر چی در مورد عیسی بگی باز میرسی به خود عیسی. یعنی اصلا این ببین من اصلا فوق‌العاده بوده. یعنی تو هر چقدر در مورد عیسی مثلا ببین، مسیح عضو هیچ کلیسایی نبوده. اگر امروز به میان ما بیاد، این چیزایی که من خودم نوشتم اونجا داخل زندان، نمیپذیر. کسی که مسیحی است بیدرنگ از کلیسا بیرون میاد. یعنی کسی که مسیحی باشه از کلیسا، اصلا کلیسا نبوده اون موقع. کلیسا کیلو چنده؟ یهودی‌ها اومدن یه جایی رو درست کردن برای اینکه بخوان مسیحیت رو در اختیار خودشون بگیرن، اومدن گفتن. بعد جنگ‌های صلیبی پیش اومد، بعد چقدر کشتار به وجود اومد. بعد زمانی بود که اومدن به عیسی گفتن آقا یه زن از خطا کرده، می‌خوایم مثلا سنگسار کنیم. عیسی گفتش که این سنگو بدید اول به کسایی که خطایی نکردن. بعد فیلمش رو ساختن، اومدن یه فیلم دیگر رو ساختن البته، ولی این جمله مال عیسی بوده. بعد میگه حقیقت طلب بود و حقیقت خواه بوده. بعد حقیقت مقلد نیست. اصلا دنبال مقلد نباید باشید، تقلید از کسی نکنید. الان حرفا، فرمایشات، صحبتایی که من دارم میکنم و شما اصلا به اینا اکتفا نکنید، شما برید تحقیق کنید. ببین بحث طبابت